پیام جودو بدون مرز. زنان رهبران فردا کمپین جودو بدون مرز را به منظور ارتفاع آگاهی در روز بین‌المللی جودو 28 اکتبر راه‌اندازی نموده تا اینکه هر زن و دختر افغان قادر باشد که جودو را بدون محدودیت تمرین نماید. این پیام بر اساس اصول بنیانگذار جودو پروفسور جیگرو کانو می باشد. جودو یک هنر رزمی است که توسط جیگرو کانو در ژاپن در سال 1882 میلادی توسعه یافت. جودو به عنوان یک سیستم تربیت بدنی ورزشی بر اساس تکنیک‌های سنتی جوجیتسو در ژاپن توسعه یافت. جناب کانو جودو را توصیه داد که همه بتواند آن را به صورت معصوم تمرین نموده تا اینکه اشتراک کنندگان شخصیت، ذهنیت و بدن قوی ساخته و به عنوان عضو جامعه سهم و نقش بهتری داشته باشند. اصول اساسی جودو احترام و منافع متقابل و اکثریت موثریت با کمترین تلاش می باشد. اصل احترام متقابل معطوف بر تعادل و سلوک بوده و اصلی حد اکثر منافع به معنی معمار فیزیکی و بدنی می باشد. شعار جودو بدون مرز برای ما به معنی جودو بدون سیاست، بدون بدرفتاری یا اذیت و بدون تبعیض نظر به جنسیت، مذهب و جغرافیا می باشد. جودو بدون مرز نیز به معنی صلح، دوستی و همزیستی است. علاوه بر این جودو شخصیت‌ها را شکل داده و نقش نقدانه آن در جهت سلامت اجتماعی که همان شکل‌دهی و برقرارسازی روابط سالم و معنیدار به منظور تعادل درست با دیگران می باشد. اجتماع ما متشکل از انسان‌های اطراف ما که شامل دوستان، مربیان، اعضای کادر علمی، اعضای فامیل و همکاران می باشند. این به معنی داشتن یک حس تعلق است که تنوع و شمولیت زنان و دختران را در ورزش جودو ارزش و اعتبار داد. بنابراین بیایید گرد هم آمده و با هم بگوییم جودو بدون مرز.